نمی آمدی نمی طرف پیدا میکنی خانه عزیز بوی تسخو ولی بابای ما چی کده؟ بوی ما چی بازار ما کد سل ما کده بود عزیزش روز داشتیم ما سل دیوانه کده بود ما را چیکار می‌گذره؟ چادر خیرتیم چالا خیره خدا جان بفرمایید. فش بیا تو فش بفرمایید شما. من میرو سامونوز بشیرم غیرت چرت بزنم که باکی چی کردم باکی چی ماندم با ما چی کردن با ما چی ماندن این رو سامروز ما نزن چرت گمش کردیم چرت تا مریض میشه هزار درد مرض برادم پیدا میشه. میترسم از این خانه زیاد شدم تو مسلمان و سلمان میترسه. کجا رفتی سلمان؟ شفاخانه رفته در خانه تنها نمیباشه. چرا؟ دوز آمده بود در خانه. دوز آمده بود موبایل از بیچاره را از اون سر میز در اون اتاق دیگه خانه تان دوز آمده در میمان خانه مالنامه تو گرفته برده. باز بوی ما خدا گپ گرفته ای فردای تا اگه تا باشه خو یک چیز میگیرم به خاطر که دید جیب خرچی ندارم دیگه حتما سرش بد میخوره او دخترش که خودت میشیشت میخیست نان میخورد یک دسترخوان او خاطراتا که در دلش میگرده و در پیچش میمیه دیگه برداشت کردم میتونم والا دیگه اگر ما 20 دفعه گفتم که بیا همینجا یک شور نخو همینه میده این خانه خودت از پیشی همینجا نولم سوریالم خلاص باشه چی شده حسنا؟ هیچ فردین دست ما بار کرد فردین؟ چرا؟ دوای تو شد باز؟ نه مرا محکم گرفته میگه بده پیسه بده مرا حالا ما پیسه از کجا کنم از کجا کنم؟ بیبی دخترم خسرتان اومده برای ما گفت خب بچین ما خب گفتم بیاین همینجا که مردینه نداریم اینجا که ما زندگی کنیم ما را گفت درست است هیچ کدام مشکل نیست زنگشون زدی که آمده مادر؟ ما بچه‌ها زنگ من زدم میگم خیلی خودشان آمده مادر آدم یک کم میگه تو خب به من چیز نگفته بودی؟ چرا نگفتم که گفتم خود تا گفتم که زنگ بروبای خب همینجا نگفتم خب ما کلش دی بار گپ نزدم گفتم باشه خانه ما بهتر نشه ما بزنم تو دی باره گپ نزدیم ما برش گفتم دیگه خسرت میگه بودن ما خصایص میگه من خودم مشکل ندارم اینجا مردم گپ نزنم میگه دختر جوان بچه جوانی ها نامزاد هستن نکاح نیست دیگه نیست میگه خیام بکنیم که یک مراسم بگیریم یعنی چند خیش قوم ما رو خبر کنیم همینجا یک نکاح کنیم مادر نه با ما چی با ما سعی ارسی بگیره ما در خانه چرا بیوه ارسی کنم؟ بیبی دخترم خدا بیوه نسازید بچه اینا بیوه میشم در که از قسم ارسی نه بچه میگه قدر زرگر میفهمد جان مادر همین خسران بسیار مردم های خوب است بچه چقدر بچه خوب است حالا مادر ما کجا بد هستیم؟ بد نیستیم خوب هستیم بچه که کس را خوب میگیم خوبی از خود انسان است دیگه آلم بچه کنیجه میایه که خاصی میشکنیم بچه دیگه همین چی کنیم همین قطوی تلالای همین دنگ و همین فیشن و درشن همین چی به درد میخوره خاطره ما نخوش میشه خاطره است بچه
این گفتی اگر نانم بتی مردمان رو بخوره گپ خدا میزن اگر نخورم ما میگم نان خورده گپ بزنن با انرژی گپ بزنن با انرژی که گپ زد بسیار گپای تا بالا برات میزنه بچه اما کم انرژی باشن خوب است مادر خورخندم سر من خنده میکنه روش خندی میکنه آره چرا روش خندی کنه بچه خیلیش روش خندی میکنه که بگوی چرا ده یک پیاله وارسی کردی سمیرا که تو گپ میزنم چی گپ شده باز؟ هیچ گپ نشده چی شده حالا من نمیفهم که یک دفعه تایمینگ تو تغییر میکنه و چی شکسته چی ریخته چرا؟ من میبینم از این وضعیت میبینم که یک دفعه اینطور فقط 90 درجه تغییر کردی خوب نیستم دیگه وی هر دفعه پرسان میکنی والا حال خوب نیستم چی مانا؟ مریض هستم حال ببرم خیلی پیش دکتر نه خیلی دیگه حال سمیرا جان چی کم داری چی کم بود داری بگو برای من چرا کدام چی ده ما بد میگمت رد میگمت ناز نمیتمت نه یک بد ردت ما یک بد رد بودی حال خیلی چی کده چی گپ شده بگو کدامه بگو نمیفهم که ما کدام دخیرم کدام رگه پرسان میکنی گفتم مریض هستم هیچ نشده تو خیلی وقت من قسم جدی گپ نزده بودی رقم گپ نزده بودی سمیرا جان حالا من میگم کدام نمیفهم حالا ما دمی ایران ماندیم که یک دفعتا کدام رگ تست نمو نمیفهم چه قسم هست شارپ میشه چی میشه عصبانی میشی نه کسی چیزی گفته بگو که من بفهم خب کسی چیز گفته باشه میره میزنی؟ کسی چیز گفته؟ نمیزنم حالا بگو که حال چرا خیلی تو یک رقمی چرا پیشانی تو شد چرا تا که آمدیم خود صفا ستره خوب خندان خوب پیشانی تو هست اینا که جا آمدیم دفعتا پیشانی تو یک قسم انت چملکی آورد تغییر کردی اینجا دست ماشیم چی شده بچیم کالا شدیم تا خورده درد میکنه کجاست دیگه؟ بیرون است به نظر من اونجا حال کارایش دیدی؟ یک پین پرک پیدا کده؟ دیدی خود چی جور کده؟ از برای خدا خدا بیشی پونم جور کده پونم این نپی که کلا ماندین ترکایی که باید از چشمایی زیرا چشم افتر نزنه من بیشی میشرم با خدا مردم که باید سلویت است میگم من بیشی سلویت میشرم مادر خیلی سال جوان از باز پیسه هم قپشی بودم و میجه بر خود کاشت کده وی چی پروا داره آلو چیز مجه چیز پلکک پلک سکت خوب معلوم میشه خود تو رو میبود تو اگر پلکت نمونده سی کار خانه کرده تو رو میبود که بر تو میشن خب خیر است میشه خدا میربون که یک خواستگارک به تو هم پیدا میشد که نمیباره یک آدمک صحیح میبود که سکو ناز وردار سکو میگه ناز که ناز وردار داری باید که خریدار داری یالی همت شده یک وقت او فردینی بود تا حالا نیست حالا فکرشش اون طرف بونمکش هست حالا خیر دیدی؟ اونه چکن تو به خدایا به نظر مروسی آرزو نزدیک است نه؟ از او خاطر هم آلوی بارسی از او چقدر است؟ خوارش است اومده حالا تو کارا کردنی برای یک جوره کالا بر من میخرید بر تو میخرید بر مجمل بیچاره میخرید که کالا نداره نیست دم توی هم خوارش میشه میجمل بره کمرم دختره بزن خوب بیادر نداره پدر نداره خب او در اون فکر است که اجمل خودش کار میکنه پیسه میاره دیگه اول منتظر پیسه یادم کرده بوده یک کار تو داشت تغییرات آمد الان چیزی که بود نیست واسنات که بود واسنات نیست میگه سنو شاپیره هست نیست دیگه مستم اینه بچه واسنات است فقط یکم مجاش دراز شده وی خیلی چی کنک دراز شده چی گپ است او رو کاشت کرده پیسه داده خب دست رو پیسه کی داده بله وعلیکم خوب هستی جان بیبی خود صحتمند جان جور شکر چی حال داری خودت خوب هستی پدرت خوب است ننندرت خوب است خب خدا خب سایکل دختران بسید پرک شدن
رفته و کلا دیگه ماندی رفتن قضاوی زنم کجا رفتن میش فکر شامیز باش کنم آدر جمع کنم بردارم ای خدا چی بایی بیادر من بیادر که ما باید میره گفتم من گفتم بیادر این همه کار دست این همه بیایی دست این همین جواد شعور بخور بخور برم خانه خوشون هدف یک دفعه مادرم بشاره سرخانه صافی میکنم روش صافی میکردی من چیز افا کتب پاک کنم گفتم ما خودمونم چرا؟ نمیمونه مادرم؟ نمانده چی وی کار خیر است خود شاید مشرق داره چرا دقیقا میاره دیگه دخواه میکردی خوب بود مثلا تو میگفتم که نداده پیش جادوگر و اینا رفتی نفایده کرد ندیگه دل است دیگه کار دل نمیشه کاری آنه نه فایده کرد ندیگه هم گناه ده گردن استوش نده گردن ازم گناه شخمه ده گردن گرفته مالم ده گردن میگیرم خب این گفت هست دیگه کسی که سهمی تو نباشه رو با جادو و با هر چیز در بیتی در نمیخواد در داده نمیشه خود دل است دل ناقب نمیکنه سهمی تو که نباشه زهر تو اونم قسمت من نیست دیگه من هرچی کوششم که بکنم که مقصد اما دل نمیمونه دیگه عقل یک چی میگه دل دیگه چی میگه فاینا نفایده کرد ندیگه مامای موبایل بیا رفت بخونه تو دیگه تمام وسایل را داده اینجا خود تو فکر کنم میاد روز با خانم وام نمید من به اون امید هستم که اگه میای حتما میای آخ دنیا مگه به امید خورده افزا نه تو یلده دو امید نشی یک پیاله و نه اونم سمسه اینان میکنیم اونم یک کیک میتلیم دیگه میتلیم بچه میریم اینجا نکا بسته شد که این بچه انکم وقت دلش گرم شد که بیه این خانه دل ما گرم نشه و چطور میشه که با مثلا یارسی نگیره کم عکسای مبینیم دل باغ شد عکسای تا میگیره قبر می عکس برک خب میگیره من تو پیران عرسی کای میپوشم پیران نکا کای میپوشم پیران گندگانی کای میپوشم در استیج کای میزنین این حال بچه دیگه بیا دیگه پوره کن من میگم از همه کشفش تیل شو بچه اقتصادی یک کاری که میگه نسیخ بسوزه نکباب خینال ما میسوزم وینال دبای سیخ ما میسوزم چرا بسوزی بچه؟ تو رو دسیخ کی تیر میکنه که سراتش بگیره که تو بسوزی؟ اینمیال تو گفتی ایش بچه بخاطر از اینکه نامزادت است شوهرت است کنم تاوانی نشد میبینی که خانه خودم چه ما در نال قدر عزت مکرم میگه بولد مفتکیسته نه این گپ غلط است سی از آدمای کم فکری گپا رو میزنن دیگه خانه خودت چپه کردن خانه ندارن دیگه ندارن کلشان اونو کوچ برده خانه فور کرد اینجا گفتم باشه اینجا اونو نکایتان بسته شد بچه شیشتن خیستن تا نمو حلال باشه ما در میگم خانهشون کجا شد بزارسی میکنیم سمسایی خوبه آچار پرتم دیگه تا وقت بچه تا وقت باز میرسم کچار پرتی بچه قناعت که جان مادر تو بگی امی تلفونه برای خوار برای آسنات زنگ دی برای امیت هم زنگ دی بود که بیاجی رو گرفته بیاره با خوشیت هم گرفته بیاری بیان همینجا بچه گرد اقدر شکنجه کم است که تو به من میگی که امیت هم زنگ بزن که دیزو بچه پچال خدا بخواد تویز بیه خب گوش که تو بگی تمی شمارهاش پیدا که من میفهم که شمارهاش در کجا چند میدی که من شکنجه رو تحمل کنم کوا بیایم برو 1000 در دست تو میتم گرمی نیست من میفهم کدام گپ است ناک بانه میگیری گاهی گرمی رو و گاهی من چیم جور نیستم خب اگر جور نیستی بخیر بریم بخیر پیش دکتر بریم حوصله ندارم حوصله دکتر اصلا هم نیست حوصله چی ای سمیرا نمیفهم من که تو چی رقم تو که ما چی رقم حالا من کدام با بدی ما بگو کدام خرابی مرا بگو کدام زشتی مرا بگو کدام کار ما بد بوده که تو حال قدر نمیفهم تغییر کردی و همیشه نمیتونی یکان کارا رو میکنی این دفعه اول نیست بیخی ما میفهم آدم در موز پیشانی تو میفهم خب گفتم خوب نیستم آدم دیگه حالت نمیباشه خاله حالت چرا؟ زندگی برام آمده نه حالا خوب شد زندگی برات آمده حال چه سر چی گپ زندگی برات آمده چرا؟ برام آمده دیگه نمیفهم ولی ما هم کدام کار نکنیم که برای تو که کدام کمی و کدام کاسی ما تمام روز ناز بته نه تناز سمیر راست بگو چی گپ هست؟
کدام گپ خواهد من هست ای چیز ای چی یا که ای چیز چیز گفته ایجا کس چیز گفته چی رقم دیگه بنانه خودم کش میکرد ننشم زیر شاقی بود شاق داره ننشم اون دیزدار زیاد بیچارهش چی کار داری اون مادر آرزوی کارم میکرد کاروز بود نمودش میداد هیچی بود چی بود در کدام موتر در کدام خانه در کدام میدانی خیمت زندوی کردیم چی کردیم برش بعضی شرمت که تو کارم میکنم بیخی بینی نبودیدن راستی من خبر شدم که از یارو را نه چی شده خانه عبیدشون چپه کرد از نامزادشه کی چپه کرد؟ ما چون میگه چپه میشه خب خیلی اوچربک دیگه زیر خاکال رو تک میزنه اوچربک شک وره نه نخواد خیلی چی میکنه؟ کسی کوی دار شاید خانه بیبی خود بیایه الو این جگه بیاری یا قات ما بیخی تک میشه فردی دیگه میمونه یک مادریانی برایه با خدا این شاید دیگه شاندوزه شکته تا پشم دشوی برشی مگم پس بیاریش حالا من نمیگم که 100% هم اینجا میایه خوشایت خدا نیاره اونم دراز اوچربکه چی سک پای برخور میره پای برخور میایه قد بلند دراز چی میگم اوچربک اینجا پیش من میایه فوت بعد بیبی خود چی کرده؟ بیبیش تو شکایت ها کنه که تو ببینی ایران بانی که چی گپ شد چی حال است راستی؟ نه خیره نه اوچربک اینجا کی میمونه؟ با خدا این اوچربک بیایه این دان دزم به سر بلندی داره ما هم روخنه چیل چپنه که رو شامپوره که ما فرق بخوره دیگه مغز جمع کنه چرا نکنی و کاره؟ میکنم بس دیگه خود ما اونجا تلخ میتونه اینجا خود ما تلخ میکنه حالا تو به زور اوقات تلخ میکنی چرا بذاره خود ما حالا کی تلخ دمو میکنه کار دارم یالا نه دیگه چی میکنه که میه اونجا بودونی 27 مملکتی نه بوتاراش فیلمان انداخته نه تلمت کمیاته نه بر حالا یک گپ بوتار کرولا وره از دان من برآمد دیگه حالا من نگفتم که میایم یالا او میایه آماده نمیکنم ببین که دفعه که بیایی که مغزش بات میکنم نمیکنم جان بیبی خاطر راست میگی حالا ما دیگه مادر اندر مادر شد ما بیبی اندر شدیم حالا راست تو که نگویی کی بگوید دیگه راست میگی امروز امی زنگ زدن است که تو امروز من خبر کنی دارسی دیگه پای من نمیمونم بچیم شکر در سرم دخترکم میکشیدم کم دخترکم زنده بود یاد بودم میکتر دقم از روز که دخترم مرد شد نه تو یادم کردی نه پدر تو یادم کردی یکی تان یاد بودم و نکردی خواهد بانشم چی کارشون داری بیا خانه رو برای دور کرد نشانه دوزه میخوانه در که جایی تی بیا بشین بیا در جنوبی میگه خوری رو بیا در چیز خودی کن از پیش من دوری رفتن میگه در روزای بعد در پشتم دیگه خواره دیگر چرا یه دایی کنی؟ زهر بر ناامید نکن بیاز خودم که ناامید هستم باید من کم ناامید کرده مامایم کلش بخیر نزن دلم از زمین و چی میگه از زمین و زمان گرفته دیگه کل جای بریم تنگ شده میفهمی زهن تو امید آبید میشه دیگه یالا چند روز بعد درسینه دیگه نفر میه نفر زیاده که باید خواستگار باید بلید خواستگار آمده هم یا نفر زیاد است زهن خب مگم کار دل است دیگه چی در خوبیم نگم منطق عشق کسی منطق نمیخواه تو بگوی ما از فکر کنی که ما خودم فکر نکردیم هیچ فکر نبودیم هیچ عقل سرم نبود هیچ نیست خود دل است دیگه آدم نمیشه کارش بکنه چه فایده چی عشق یک طرفه شکل دیگه باش کنی که بیاری نکنیش یالا صبح گست فرستشه که بازم گفته امید است که اوبت باید عشق تنها یک نیست یک قسم باشه هلو اینا 3 نفر است تکنی آسمت خوار نسیه از اردگان بیزافا گفتی یکیش خاطر فردی نیست یکیشم به خاطر همین یک قرار نمیتون ال زنگ اینا تا 1000 میتون مال 116 مادر خیمون بر زنگ نمیزنه بابا چی تو شما رو سپاری موبایل تو بیاز ما کد دادیم تا باز نکنم تو یادت میره باز کلام نمیتونی دلت میتی 2000 یا نه برو میتون بعد میتی 2000 میتون قسم بخور بس ما قسم بخور برو دیوانه بس ما قسم بخور یادت میره مادر نمیره از یادم بوده یادم بده بر پیسه میکنم دخترم خیلی زنگ قطع کردیم از میگیرم بیادر با بیادر حسابش برای سایز خیلی نکنم برو زنگ بیده چی؟
زنگ است موبایل. خب گرد دی برخورد بی تو بله بله آسان دخترم اوی از این دستم قطع شد مادرم هست. چرا قطع کرد؟ حتما پیشش کس بود. باشکی زنگش بزن. گپ زدن تماس مادر. این ناله این زنگ زد بچه این خودش اوکی کن. بله و علیکم دخترم پیشتر بر زنگ زد چرا تلفن من قطع کردن جان مادر شکر زنده باشی مادر جان. تو خوب هستی؟ خانه کلگی خوب است؟ آرزو سلما خودت خوب هستی؟ شکر به دعای دخترم خوب است پسر چه مادر بچیم چی حال داری خوب هستی بچیم فردین خوب است خوشوی تمایی خوب است شکر مامی جان. تو خوب هستی؟ شکر کلگی خوب است اینجا. او نزدیک عروسیش است. بله نه پسش که چی کنمش بانکه بفته از فردین که تو گفتیستی سر از او حجمال ما چی که بر حجمال ما نداشت چی کرده بود ناز کرد چی کرده بود خب تو از او خاطر میگی از او خاطر سر از حجمال ما نداشت باز میگه بر ظلم دراز مرد از مای میده خب من قرار دست من هم میفهم نام از مایی که بگیم بیخیلی نمیگم شده چی بگم دیگه اینم سخانه تکان میخوره شور میخوره من گیرش کنم تا که توتش کنم تو کار میه چی بگم خیلی که توی هیچ آدم یک گپ نزنه یک قصه نکنه. حالا خب چی گپ خوبه که من بده خوش باشم این گپای خطرناکت و میگی که کم انفجار کنم گرم با خدای نه چی است او هیچ گپ چی نبود که انفجار کنی یک گپ عادی بود و میآید نمیآید از خاطر خانه بی خود نمیه میفهمی با خدا اسناد میآید پیش بی چون لقا چی میکنه که بی اما گما کشان کنه چی میکنه که میآید با خدا الله بسیم دوبره ساس مادر رقم نگو پیش بی خود میآید بیش کی اون پیش لبو میآید امروز هم یک مراسم هم خوارت است دیگه می بایجان و خسر شیعه آمدن از خاطر بچه کن از جریان خبر دارین و مو خاطر گفتم یک نکاح بگیریم یک چیشه کمی مردم گپ نزنه کمی حلال باشه رفتن آمدن این بچه هم اینجا و مو خاطر اول دادم بچه که بخیم و خوشوی تا گرفته بی آجی را بگو که بیاید بچه‌شم مامی جان بچه‌شم میگم کلشون میگم مادر جان. من خاطر زنگم برو مصرفکت نشه بچیم روی یک تمی بسیم بخیر بیاییم زنده باشی مادر جان بچه شما سکای تمی بود خدا حافظ بچه علیکم سلام خدا حافظ آرزو رو نکاح میکنه چکه برو مالامی ما بگویم نه بس بچه بس رسید دیگه بر ما رسید خیلی ببینی خانه تاباد یک سیال بودم دیگه حال سیال وار خبرم کردی برو فنایت به خدا برو نه حالا مرا خبر که سیال کسامت خبر نمیکنه درستی حداقل یک روز درست پیشتر آدم خبر میکنه یک روز پیشتر آدم خبر یک آدم سرشتن داره پاشتن داره کالا جور کردن داره کالا پوشیدن داره کالا تیار کردن داره مرسیال ور خبر که حالا بیا که توی برو خدا یک درسی نرسی نگه میگم نگفته کس چیزه حالا خوش نشده که جا آمدی من فکر میکنم که به اینجا که آمدیم خوش نیستی من اینجا خوش نباشم اینجا نمیرم حالا خیلی چی گپ هست حالا خب اگر اون تو خانه اون تو نمیشد اون دستکای خانه نمیشد دیگه نمیشد حالا تو از خانه کجا میپر آمدیم خب مجبور شدم خیلی چی میکنم حالا من چیزی گفتیم حالا چیزی نگفتی هم تو از طبیعت معلوم میشه سمیرا بگو حقیقت بگو چی گپه میای پرسان میکنن چی شده خب مریض هستم چند دفعه بگویم بره های نمیفهم که مخکر چی خشنه میگیره حالا خشنه نگیرم خیلی چرا همینجا دسترخوان دیدی که چقدر همی کل متوجه بود که تو هم چای نخوردی نه نمیشه دلم نمیشه چرا دلت نمیشه بازار بخورم حالا خیر آدم میخوره نمیخوره یک لقمه دو لقمه میگیره که باز تو که همینجا اونمو چی خود گفت
عالمی خوشی او باید خود گفت که سرزی چی گپ شده، چی گپ بود که اینا نخورد. مردم اگر بوی خیلی دفعه میگه نمیفهم بالا کرد تو دیگه سمیرا. ما خود دیدی که حالا گفتم تمام روز با تو نمیفهم والا. جان قربان یعنی تمام روز گفتم میرم اما تو نمیفهم. جان قربان خوشم نمیاد. چرا خوشت نمیاد؟ نمیاد دیگه. های سمیرا، ما بیخی نمیفهم. ما میگم تو در زندگی باید خوش باشی، تو بعد از خودت تو جگرخون کردن میری. بله. حالا دل چی نکو جگرخونی؟ نکنیم تو خودت جگرخون، باز مرم جگرخون میسازی. ای بابا. نمیفهم که چی گپ است. سریع حتما کدام گپ خواه است. خانی سنو کجا کس را جمع میکنه کجا در قصه کسی باشه تو بخیر برو خانی سنو چی میکنی؟ تمام من زندگی ما شما یاد بشه سنو الان فقط یادی دو سرها داده سبتا یفتاویه را داده سبتا جوال قربان کنه میری بگیری که لبکا و روش کشا ما خود کشا ندارم یادم بیادر من بودم پشت سبورا ما کم داشته و چی بگویم جگه کلام هستی که بسنم مرچ بگیریم بندم را خطا میکنم چکاش کسی موی زمان نسیم سعی باشه عشق چندین قسم است دارم. عشق تنها قسم نیست که حتما ما او باید به چی بگویم دیگه باید که حتما امروی معرضی بکنم. من به دلسوزی به یکی با شرزش قاید هستم به یک بچه مامایم از دلیم برش میسازم. از لحاظ بیشتر من نگرانش هستم زیاد شلگیم که میکردم حتی دمی جادو و چیزام که رفتم دست دادم به خاطر زمین که به شرزش قاید هستم دلیم برش میسازم. رگورشیم است. خب گفتم دیگه یعنی گپ از نمیکنه کسی که سهم تو نباشه که او را هر رقم که بکنی جادو بکنی هر کار بکنی و از تو نمیشه. خب گفتم دل است نه یعنی دل من جارم نمیگیره. خودم پیش خود زیاد فکر میکنم زیاد کوشش میکنم که همین کارو نکنم اما نمیشه. عقلی یک چیز میگه قلبم دیگه چیز. خیلی فکر دقیق کاش نداره. از عقل استفاده که کمش یاشت دیگه. زهان یک چیز بگویم؟ بخدم جایا شامپو یا روغن خالی میگه گرمی آمد شامپو خالی کن گرمی سر میشه روغنم خالی کن این پای من به فرق بخورم جمع که دیگه حالا خره که بیشی خانه یه میدی بیاد بره خاکی هم تو فیصل نقنداف کنی خیلی جور نیستم جور دارم؟ مریض هستم من میخونم کمر مشکل داره کمرم درد داره وضعیتم خوب نیستم پایان کمرم کجای ما بگویم شاید تو دکتر نیست پیسه هم نداریم از کجا کنیم پیسه پیشم دکتر که نقشم که بودی برای این خلیصی پرپره نشتم میکنه نقصه میگه برو باید بخر بری سر میز دواخانه بان 2,500 از کجا کنم نمیشه وضعیتم بیز نادی خراب است مشکل هم پیسه گور کفن خوبانه ما گفتم مادرم زنگ زده بود نباشت چی میگه؟ مگه چی هستم؟ یعنی آرزو را یک مفلت یک ملکا چیزا میکنیم نفسش میکنیم درمانیت شما یارو کنیم را بودید بیاید من خیلی تو مریض هستم جور نیست خودت میکنی کمر درد هستم میگه دیگه تو نمیشه میکنی ناجور تیلا میکنی میخیزی میری خیرم نری کجا میری بیشی؟ مادر ما تو رو خبر کرده کلگی ما رو خبر کرده کلگی را گفته بگو تو ور خطای رفتن هستی که ما تو رو خبر کرده که بال میکشی یا میخیزی میری ما تو رو خبر کرده چی کن که خبر کرده؟ نمیرم اجازه نیست که از بره خب مرا که نمیمونی خودش هم نمیری خودشم نمیمونم که بره نمیمونم سرات چی مسئولیت شما دارم حالا خودش هست و مادر خودش باشه چی کنم همیش ناجور باشه در اینجا بس خودش بخدت برینجا در رقص بازی سر ساتیجی سعی کنه من هستم بشه تو هم باشی نه اجازه رفتن نیست یا بسیار با من مزاحمت نکنی بری سرم گنگ زد من میفهمم تو کدام مقصد نداشته باشی پیش من نمیایی
اما در قصیش نیستی. اصلا نگفتی هر روز نامدی اما جان چی میخوری، اما جان چی بر جور کنم، اما جان پی دکتر ببرم، اما جان پی یکایت چوپی کنم. یک روز خو نگفتی. غیر مادرم زنگ زد گفت بیا، مادرم زنگ زد گفت بیا نشیم سالگیره است، نشیم شب 6 است، شب خینه است، وقت سرشان کس. از وقت کوچ آمدیم خب ما خو نرفتیم میگی. چقدر میشه کوچه بودی؟ یک دو سال میشه؟ بگو میشه 2 سال کوچه بودی نرفتی؟ از دل خود نمیرم. اون زنه که آمد دیدیشش کم سی دیدیش دیگه میگی تو با حال محفل گرفته اون مادر بانشه که برم او دخترتون بسیار پر نگو محفل گفتم محفل از او چی از دیگه 1-2 کیلو برنج پخته میکنه یا شوله یا دم پخت یا رقم میکنه که محفل گرفته او با خود 1 ساعت دی خانه جور میکنه با خود 3 روزگیری جور میکنه برو خدا نگو بسیار کارتا نکنی حالا برو یا نه؟ نه چرا؟ نره بری کار مارتو نکنید جمع جلو پاک کنید زبشوی خانه رو پاک کنید یعنی من خیلی یک جای گوشه میریم خواهم میکنید دو شکا سر کنید دیوالا نیزاره بشوید سکو چاله دیوالا علمون روز پاک نکردیم باز کنید هفته دیز باید دیوالا ششته شوه قبض زده شوه شیشه ششته شوه کل چیزا پاک شوه ستره شوه سک دو خواب دست سر ساعت شیشه فهمیده نمیشه که چند قشنگ تیره امور صبح پاک کرد حالا اما کجا از این خانه را بشیم رنگ روغنی خویی نداره که ما بشیم این خانه را داره نداره بشوید پاک کنید ستره کنید پاک برای یک شوه هفته خود نمیره یک روز میره یک شام میشیره میای اون اجازه نیست خدا کنه که 5 دقیقه بره 10 دقیقه بره اجازه نیست نمیمانم که بره حالا خیر همه جان تو هم برو نمیمانم که بره فردین خبر منو گفتی شوره بخواه کریم زیاد تو در خراب میکنی یکی مادر تاویل نمیده غم فردین هستی فردین که همشنگه بولو نیست اینجا مادر نداره فردین که بعد بخواه کار کنه میفهم که مادر داره تو مریض هستی اوقات تلخ سال نمیمونی پس آن پشیمان میشی نمیشم پشیمان این خود چکر نمیره اینمی چکر ساتش تیر میشه یا دنگ دول ساتش تیر میشه آره دختر شوار سرمان داره خب مادرش نمیکنه خیبت که بازور کنم سرش خانم مادرشون مرا قناعت داده که بینم تو کسه ایست دیگه حال چی میکنی دندوره گفتم اندازی او شما جگر خون که سایکو دگاره که هرچی که وام نامدن دگام نامده خو نمی کارای تا میگم نه امروز آره چی میکنه؟ نه خو گفته بیاین دیگه وقت زنگ زده بود خو امروز زنگ زده بود؟ نه وقت زنگ زده بود گفته وقت چی وقت من نمیاد اینا خبر میشم پلیسایی که چه قسم توی استادم امی خدا ما قسم خبر میکنین مثلا ما خبر میکنیم بهشون کمک میکنیم در خرید میرفتیم میتونیم خیلی بچه میشه کنیم نه مادر جان سایکو مادر جان ببخشید که تو مقت میکنم نرویم مادر سبورز یک بیاید از سر ما خدا پرت تو دختر جوان سر مادر الموت نام بگیره کجا نمیزنه کس چی نمیگیره لطفا نمیکاره دقیق من نکو من نمیخوام قسم مورسی کنم ما بودم که گفته یگان تا که زندگی میکردم گوش ما کار منداختم چشم ما پت منداختم زبان ما گنگا منداختم صدای خدا نمیکشیدم هیچ چیز نمیگفتم تکلیف میده است بچه میدیم زیاد درد داره زیاد هر چقدر دوا خوردم بخیر دوا سرمیش کار نمیکنه او مادر حال من اینو میاسنا تا خب